با سلام خدمت دوستان عزیز. در مورد تغییر سقف این واحد در حال بازسازی، این سقف دیدین که باید جمع میشد و بی مورد پایین اومده بود. این سقف جمع میشه و هم سطح سقف باید بالا میشه و رابیس میشه و گچ میشه. و یه مورد دیگه که تو بازسازی من زیاد میبینم، اختلاف سطح آشپزخونه با پذیرایی یا راهرو یا فضای موجود، که همیشه این معضلی بوده که قدیما حالا مرسوم بوده انجام میدادن. الان دیگه ما اختلاف سطح رو انجام نمیدیم، برداشت میشه لوله کشی اون، چون میخوایم تغییرات انجام بدیم هم سطحش کنین. این هم سطح بودن باعث میشه یک پله شما در روز که تو خونه رفت آمد میکنین، این پله تو رفت آمدی که تو آشپزخونه دارین، یه خانم وقتی رفت آمدی که میکنه تو فضا، روزانه شاید 20 تا 30 بار این فضا رو بره بیاد. حداقل اینو میگم، اینو من تست گرفتم، حداقل 30 بار 40 بار، یعنی 30 تا 40 پله. کسی که مشکل ناراحتی داشته باشه، مشکل زانو داشته باشه، مشکل حرکتی داشته باشه و یک مورد دیگه هم که فرزند کوچیک داشته باشه، خیلی آسیبایی میزنه که این مورد پله‌ای که درست کردن ایجاد میکنه. و یه مورد دیگه هست که همیشه تو خونه ها من توصیه میکنم، حتما موقع تعمیرات یا بازسازی حتما تاسیساتتون رو چک کنین. تاسیسات های خونه هایی که بازسازی میکنن قدیم مرسوم بوده فلزی کار میکردن یا تکلایه کار میکردن. شما چک بکنین این تکلایه کار کردن یا فلزی کار کردن به علتی که توی مشهد یا شهرهایی که آب رسوبات زیادی داره، این حرارتی که به آب خورده میشه به مرور زمان اون داخل لوله‌های فلزی یا تکلایه جرم میگیره و باعث میشه اون قطر لوله به حد اقل برسه. یعنی شما این توی کتریاتون دیدین که دیگه چقدر گچ میگیره، تو لوله هم همین شکله. نگاه کنین این آب گرم کن، به مرور نگاه کنین این بابت گچ و بابت اون اسیدی و پH آب چقدر نگاه کنین نشتی داره. همین الان نشتی، این آب گرم کن باید تعویض بشه و سیستم گرمایشی این خونه رو سر تا سر ما تعویض میکنیم. و راه‌های ارزان‌تر بودن هست که من میتونم توصیه کنم که چطوری ارزان کنین، که میتونین اینجا شما مستقیم خط بدین با 1-2 تا شیشه قطع کن بدون کلکتوری لوله 25 بیاد و تقسیم بشه برای گرمایش خونتون با اتاق خواب، پذیرایی و 2 تا رادیاتور و حوض خشک‌کن داخل حمام، که این ارزان‌ترین حالته.